جسد باز یک جوان توجیک رو که در جنگ اوکراین کشته شده است به نزدیکانش دادند. فیض‌الله ابراروف 27 ساله را روز 21 اپریل در زادگاهش نویه جلال‌الدین بلخی به خاک سپردند. مقامات روسیه تقریبا هفته پیش به نزدیکان فیض‌الله در تاجیکستان تماس گرفته از مرگ او خبر دادند. روسیه که ماه فوریه سال گذشته به دلیل به اوکراین حمله کرد، هزاران محبوس مهاجر عادی را با شیوه‌های مختلف به جنگ جلب کرده است. اسرار ابراروف، پدر جوان کشته شده تاجیک، روز 24 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت او از شرکت پسرش در جنگ ضد اوکراین خبر نداشت، ولی در آخرین صحبت تلفنی در 4 ماه پیش او گفته است احتمال او را به جنگ برند. گفت شهروندی دارم، باید به جنگ برند. من گفتم بچه جان، همه را مرده‌هاشون فرستاده ایستادند، نرو. گفت اگر نروم مرا زندانی میکنند. یک بار خواستم گریزم، قپیدند. گفتن اگر یک بار دیگر گریزی از 7 تا 8 سال زندانت میکنیم. همین قدر گپ گفت، با همین دیگر زنگ نزد. نقل کرد پدر فیض‌الله. مقامات روسیه به نزدیکان فیض‌الله گفتند او در جنگ از پایش تیر خورده از خونروی زیاد فوتیده است. یک دوست فیض‌الله با شرط ذکر نشدن نامش در صحبت به رادیو آزادی گفت مرحوم 1 سال اخیر در زندان بود و ماه اکتبر او را از محبس به جنگ بردند. پدر فیض‌الله میگوید دقیق نمیداند که پسرش از کجا به جنگ رفته است. به گفته پدر، پسرش درباره محبس به آنها چیزی نگفته بود. به نقل او فیض‌الله 4 سال آخر در روسیه زندگی داشت و در ساختمان کار میکرد. مثل این جوان تاجیک تا امروز خبر مرگ بیش از 20 محبوس تاجیک در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. تعداد انیق محبوسانی که به جنگ در اوکراین جلب و کشته شدند معلوم نیست. رسانه‌ها از جلب هزاران محبوس از زندان‌های روسیه به جنگ خبر نشر کرده بودند. به آنها وعده میدهند که پس از شرکت در جنگ آنها را آزاد میکنند.